در مورد سوالی که شماها خیلی از من میپرسین اینه که ما بعد از کاشت مو کی میتونیم ورزش رو شروع کنیم. شما بعد از کاشت مو، ابرو، ریش میتونید ورزش رو به صورت سبک مثل پیاده روی شروع کنید. خب ولی با این تفاوت که در هیچ صورتی نباید تعریق داشته باشین، ولی هارت ریتتون یعنی ضربان قلبتون باید بالا بره تا خونرسانی به سمت فولیکولای موتون افزایش پیدا کنه. اما در مورد ورزش‌های سنگین مثل کشتی، مثل وزنه برداری، مثل بدنسازی، شما باید تا 2-3 ماه، از نظر ما ممنوعه، تا 2-3 ماه باید صبر کنید. به چه دلیل باید صبر کنید؟ در جواب این سوال میتونم بگم که در این بازه زمانی که شما در این ورزش‌های سنگین انجام میدین، بیشترین خونرسانی به سمت عضله‌ایه که درگیر ورزشه و باعث کاهش خونرسانی به سمت فولیکولای مو